فضایی هستم. یک خانم متشبث، یک خانواده فقیر، یک خانواده بی سواد در دنیا آمده بودیم. رفتم از سوادآموزی که نمره فارغ شدم در اشپیل لیسه خود شامل کردم. یک اسناد از اینجا گرفتم، باز میتو آمادگی نگرفتم، شوق علاقه زیادتر شد. رفتم 2 سال در پانتون بخش فارمسی خواندم. گفتم من فقر و بیچارگی ما همیشه رنج برده. تجارت از 2000 افغانی شروع کردم. روزگار خیلی خراب بود، اقتصاد نداشتیم، خود من نانآور خانه بودیم دیگه. با مو خاطر باز انگیزه ما پیدا شد که باید یک کاروبار کنیم که امزی مظلومیت و فقری خلاص شیم. باز 2000 افغانی رو تار تیکه خریدم، مستقل شما اینجا میگیرید. 10 دانه خانم دادم، اینا رو توضیح کردم. 10 دانه خانم که رفت دیر که دخت دیگه ما یک روحیه پیدا کردم. اینا را در بازار که بردم 2000 افغانی 10000 افغانی شد. از 10000 باز مواد خریدم، دوباره رفتم تیکه خریدم، مواد خریدم. اینا را خانمام زیاد علاقه پیدا کرد. اینجا میامد که ما بیکاری هم میگیم. حتی یک خانم قصه کرد، گفت یک روز ما گوگیر نباشتیم که گاز داخت کنیم. گفت خانم مرزایی ترخیر ببینه این مال ما میتونیم یک گوگیر یا گاز خورا خودون ما برآورده کنیم. باز از اون علاقه ما زیاد شد. ولی خدا رو شکر تعداد 200 دانه خانم دختنده داریم. کلا خانمان نانآور، خانه یتیم داره و خاندان شهدای معلولین. یک گنده بسیار فوق العاده 5 متر دامن داره. اینا هر کدام از اینا 7000 8000 9000 قیمت از اینا یا باید در وقت دختشه. مگه ډیر خوشاله یو، مگه در کار غیر برابر کړی زمینه د دو جناورم داره کشتم برکاو مگه جوړیږي. خوب کارا پیش میره دیگه، مشکلات ها چالش ها هست، باید مبارزه کرد. چالش ها باید تلاش کرد. کسی که یک مسئولیت کلان دادش میگیره باید مشکلات ها و چالش ها رو پشت سر بگذاره. خدا شکر ما در مؤسسه پاملرنه سرتیفیکیت دارم. یک زن موفق شناخته شدم. قرارداد امضای مؤسسه پاملرنه ما رئیس بودم. باز رفتم از اونجا در خانم مرغ، در خانم مرغ و گاو و گوسفند توزیع شد. بعد از اون قراردادها زیاد گرفتم دیگه. از مؤسسه چی گرفتم؟ حسیبا خیلی قرارداد کلان گرفتم. هر خانم 12000 افغانی معاش میداد شاگردای من بخش امضای دخت و دوزه دیگه. قرارداد از آلمان گرفتم، خدا رو شکر. از آلمان یک مرد از خارجی اومد، من در نمایشگاه پیش من دوره کردم. میگشتم گفتم نه چی شده که در پیش از تو 2-3 دفعه میمون تیر شده نمیتونیم، چی خبر؟ باز آنها قرارداد دختی نکتایی رو برای از مدت خیلی خانم را کمک کرد. باز آنها قدم کار کرد. والا خدا رو شکر قرارداد داریم. قد مردم پشت زبان نمی بخش گندای افغانی رو کار می‌کنیم دیگه. قرارداد ماست ادامه داره. یک خانم باید از بازار معلومات داشته باشد، از فروشات. یک چیز فروش میشه نمیشه که تولید کنیم. اگر این را داشته باشد به نظر من یک خانم موفق است. ما در آینده میخوایم یک نمایندگی ها در میدان اردک داشته باشیم، در بامیان داشته باشیم. باید ما یک شاخه‌های زیاد داشته باشیم. خانم‌ها رو تعداد زیاد در کاروبار، در شغل و از تجارت تشویق کنیم. خانم‌ها باید هر جایی که باشد اگر دسترسی در این کارا نداشته باشد دسترسی پیدا کنیم. من بخش قرآن کریم، بخش انگلیسی، بخش سواد آموزی خانم‌ها زیاد در سواد علاقه ما زیاد تشویق کردم. دخترایی که سواد نداشتن اونا رو ما خواندن نوشتن بلد بودیم از مکتب بازمانده بود. ولی که دخترها کلا رو بخش خیاطی، اینجا بخش رمان دوزی، موره دوزی، شیشه دوزی دیگه، نفیسه دوزی. دخترها کلا نرمن شده. ولی از درس تعلیم که موندم ما باید کار کنیم که باز یک امید برای از ما پیدا شد، باز به خیر روشنی پیدا شد. به خاطر که ما تجهیزات نداریم، مشکل اقتصادی ما دامنگیر شده که ما نمیتونیم دیگه. خیلی چالش ها زیاده در میره ما یعنی مشکل اقتصادی مالش ما خیلی تعداد زیاده میتونیم در شغل کاری اینجا ایجاد کنیم براش. حالا پیام از ما بر خانم‌ها و دختر خانم‌ها می است که روحیه را از دست نده، تلاش کنه، کار کنه، بار کنه. درس تعلیم خیلی مهمه. دخترها خدا رو شکر آنلاین هم ولی درس میخوانن در خانه دیگه. در مادرها خب خیلی ضروری باید مادرها با سواد باشد که یعنی تعلیم تربیت خانواده خیلی مهم است. تسلیم شدن هیچ راه حل نیست. یک خانم موفق باید تلاش کنه، کار کنه، اعتماد به نفس بالا داشته باشد. ما مثل یک مرچه و 1000 دفعه لول خوردیم، در زمین افتادیم، باز کار شروع کردیم.
در آینده ما خیلی پلان کلان دارم، بیزنس پلان جور کردم که ما باید یک مثل اول ریت جای به جای نمونم، باید ما رشد کنم، خانما رو رشد بدم، خانما رو تشویق کنم، انگیزه بدم دختر خانما رو دیگه. ما خیلی یک پلان کلان دارم دیگه، بیزنس پلان چرم جور کردم، خدا مهربانه که باید ما یک شاخه‌ها داشته باشم در جای یک شرکت زنان پیشگام، باید یک مجموعه خیلی کلان داشته باشد. همین ناد کشور از بین نره، ناد کشور افتخار کشور است. از حکومت امیر میخوایم که یک تعامل کنم، دختر خانما رو اجازه بده. دختر خانما یه خو حق مسلم دختر خانما است که باید درس بخونه، هر انسان یک آزادی بیان حق داره.